اسماعیلی های تاجیکستان در جماعتخانه شهر دوشنبه 60مین سالگرد به مقام امامت رسیدن شاه کریم الحسینی آقاخان 4 را تحت عنوان جشن الماسی تجلیل نمودند. مردم در صحن جماعتخانه با اهل خانواده گشت و گذار می‌کردند و یکدیگر را با ندای خانه آبادان تبریک می‌گفتند. یادگار فیضوف رئیس بنیادی آقاخان در تاجیکستان هنگام برآمدش از سالهای جنگ شهروندی یاد کرد و گفت سازمان آقاخان 4 در سال 1993 در تاجیکستان در حال وارد شد که حدود 220,000 ساکنان این ولایت و 50,000 فراری ها در انزوا قرار داشتند. ماست در همان روزهای وزنین با تلاش خسته‌ناپذیر مولانا حاضر امام و دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سال 1993 ماه اوگوست اولین تشکیلات فوند آقاخان با نام برنامه امداد و انکشاف پامیر تأسیس یافت. آقاخان 4 در زندگی اسماعیلی ها تنها نامرسان نیست بلکه به امروز و فردای آنها تاثیر دارد. بله، تاثیر بسیار در زندگی ما شد چون که ما امام خودمون رو شناختیم. در چندی هزار ساله ها نشناختیم که کیم هستیم. ولی بعد که سال 95 حضور امام ما روزگارانه به تاجیکستان سفر نمود، ما شناختیم که ما کی هستیم و کیستیم. برنامه‌های بنیادهای مربوط به آقاخان شرایط را فراهم آورده است که پیروان مذهبی اسماعیلی در مکتب‌ها دانش خوب گرفته در دانشگاه‌های مشهور جهان تحصیل خود را ادامه دهند. این مکتب‌های نو ساختن، این حاضر کودک‌های ما از صنف تا مکتبی مثال میخونونن، اما سواد با سواد شدن. خیلی کجای میره که به سواد یگان جا به درکار نیست، باید همه به سواد باشن. ولی مولانا حاضر امام همین طلب دارد در مریدای خودش که باید به سواد نباشن، همه به سواد باشن. در مذهب شیعه اسماعیلی مقام امام برجسته و کلام او شرعی است. پیروان سخن او را بیچون و چرا میپذیرند. وقتی که وای در همون تخت شانشینی خودش که وای شش تو نگاه کرد آدمو را وای کرد هدایت کرد به همین یکدیگر فهمی و همین جنگ جدید دست کشیدن و همین را که گپ زدن انا امیر خط حمید باور کرد، همه باور کردن. بار اول شاه کریم الحسینی آقاخان 4 به تاجیکستان سال 1995 تشریف آورد و 25 می ملاقات او با پیروانش در بدخشان دایر گشت. تا حال این روز را اسماعیلی های تاجیکستان با نام روز نور جشن میگیرند. شخصی آقاخان در تاجیکستان با فعالیت های گومانیتریش قدر می شد و این فعالیت ها به کل مردم تاجیکستان روانه گردیده است. قریب در تمام مناطق تاجیکستان تشکیلات های او در سمت‌های گوناگون به مردم کمک می رسانند. این کمک ها از دایره پیروان مذهب اسماعیلی فراتر می رود. سال 1997 را اگر من سال تولید سازمان‌های آقاخان در تاجیکستان گویم خطا نمی‌کنم، چون که نقطه نظر ولایت آقاخان عاید رشد از دیگر تشکیلات بین‌المللی فرق دارد. برای اینکه خواهیم صفت زندگی مردم را بهتر کنیم، ما باید کل جبهه‌های حیات آدم را، انسان را به نوبت گیریم و به او کمک کنیم. دوم، این تشکیلات هستند که اینا 1 سال، 5 سال، 10 سال نیستند. اینا 50 سال و ممکن عصرها کار کنند. آقاخان 4 در تاریخ 11 ایول سال 1957 بعد وفات بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سیوم امام اسماعیلیه ها پذیرفته شد. او 13 دکبر سال 1936 در ژنو تولد شده است. سال 1959 دانشگاه هاروارد را با اختصاص تاریخ اسلام ختم نموده است. حالا 81 سال دارد. در مجالسی که به افتخار روز به تخت نشستن امام اسماعیلی ها برگزار می شود، عادتاً پیروان او درودنامه ها به عنوانش می فرستند و دعای خیرش می کنند. امروز نیز اسماعیلی های تاجیکستان به همین شیوه از امام خود یاد کردند.